هم من و هم تو میدونیم که چجوری باید مثل 0.1% افراد هدف گذاری واقعی و درست انجام بدیم. هدف گذاری که روی پایه حرفای قشنگ نیست و ما رو واقعا به اون خروجی میرسونه. حالا ما این مسیر خیلی واضح داریم و دقیقا میدونیم که چه کاری باید انجام بدیم تا به فلان خروجی برسیم. حالا بذار بهت یه سری متد بگم که توی بخش انجام دادنه میتونه به تو کمک کنه و در نهایت یه تمرینی که شاید عجیب باشه ولی مطمئنم یکی از تاثیرگذارترین تمرینای زندگیت میتونه باشه. میخوام یه نوتی رو توی موبایلت باز کنی و اسمشو بذاری وینز، بردها یا هر چیزی که خودت راحت میدونی و میخوام هر سری که یه قدم مثبت برمیداری، یه کار خوبی رو انجام میدی، کاری رو انجام میدی که نسخه ویتوی تو بهترین نسخه تو انجام میده، میخوام اونجا بنویسیش و میخوام یه حس افتخاری هم نسبت بهش داشته باشی که ایول، یه ریسپکتی به خودت نشون بدی که آره من این کارو لازم نبوده انجام بدم، اکثر افراد اگه جای من بودن انجام نمیدادم ولی من انجام دادم و میخوام اونو بنویسی. و اتفاقی که میفته خیلی جالبه. امروز 6 صبح آلارم گذاشتم، حتی یک لحظه‌ام اینجوری نبودم که وای بذار آلارم رو مثلا یه 5 دقیقه 10 دقیقه بندازم عقب‌تر، بذار یه رو به دیگه توی تخت باشم. نه، آلارمو خاموش کردم و بیدار شدم، اومدم بیرون از تخت. برد خیلی عجیبی نیستش، یه کاری نیست که مثلا همه رو بخواد شوکه کنه، ولی یه قدم مثبت، بازم خوبه بنویسشونو. به خودت یه ریسپکتی نشون بده که ایول میتونستی مثلا یه رو الکی کشش بدی ولی اومدی بیرون، حرکت درستی بود. وقتی که توی مود کاره نیستی ولی 1 ساعت 2 ساعت میشینی پای اون کار و اون کار رو انجام میدی، اونو بنویس برای خودت و باز یه ریسپکتی به خودت نشون بده که ایول توی مودش نبودی، میتونستی یه بهونه بیاری که آره من الان توی مودش نیستم، بذار یکم استراحت کنم، فردا انجام میدم. میتونستی این کارو انجام بدی ولی انجام ندادی، پای کار موندی.